بسیار خوب، بیاین شروع کنیم. امشب یه نگاه عمیق داریم به یکی از رازهای واقعاً گیج کننده و خب ترسناک قرن 20 که شما برامون فرستادین. حادثه گذرگاه دیتلاف. ما گزارش‌های تحقیقی رو داریم، عکس‌ها، نظریه‌های مختلف. می‌خوایم ببینیم با کنار هم گذاشتن اینها میتونیم به یه درکی برسیم که چه اتفاقی برای اون 9 تا کوهنورد تو کوه‌های اورال سال 1959 افتاد. شما تصور کنید زمستون 1959 شوروی، 9 تا کوهنورد خیلی با تجربه، اکثرا دانشجو، به رهبری ایگور دیتلاف که فقط 23 سالش بود راه میافتن برای یه صعود سخت به قله اوتورتوتن. بعدش هم قرار بوده برن سمت یه کوه دیگه به اسم خولات سیاخل. جالبه که اسم این کوه دوم به زبون مردم محلی یعنی مانسی‌ها میشه کوهستان مرده. یکم شوم به نظر میرسه نه؟ سفرشون 27 ژانویه شروع میشه. اول 10 نفر بودن ولی خب یوری یودین پاش درد میگیره و زود برمیگرده. همینم انگار جونش رو نجات میده. قرار بوده گروه تا 12 فوریه تلگراف بزنن و خبر بدن که رسیدن، ولی خب هیچ خبری نمیشه. اولش فکر کردن عادیه، تأخیر تو اون شرایط پیش میاد. اما روزها گذشت و خبری نشد. نگرانی‌ها شروع شد و عملیات جستجو بالاخره 20 فوریه راه افتاد. 26 فوریه تیم جستجو بالاخره چادر گروه رو پیدا میکنه و اینجاست که همه چیز واقعا عجیب و غریب میشه، یعنی خیلی عجیب. چادر خالی بود، اما نکته ترسناکش اینه که از داخل پاره شده بود. انگار با یه وحشت خیلی شدید برای فرار از چیزی که توی چادر بوده با چاقو پارش کردن و زدن بیرون. همه وسایلشون، لباسای گرم، کفشا، تجهیزات، دفترچه‌های خاطرات، دوربین‌ها، همه چی مرتب داخل چادر مونده بود. یعنی هر چی که باعث فرارشون شده اونقدر یهویی و وحشتناک بوده که حتی فرصت نکردن یا فکر نکردن که لباس بپوشن. تو اون سرمای زیر 0 درجه. رد پاها نشون میداد بعضیا پا برهنه، بعضی فقط با جوراب تو برف عمیق دویدن. ببینید این فرار واقعا گیج کننده است. آخه چرا باید گرما و امنیت نسبی چادر رو ول کنن و بزنن به دل سرما؟ اونم اینجوری. چه تهدیدی میتونه انقدر فوری و نزدیک باشه که آدم حتی به فکر لباس پوشیدن هم نیفته؟ این به یه وحشت آنی و خیلی شدید اشاره داره. یه چیزی که یا داخل چادر بوده یا دقیقاً دم چادر. دقیقاً. تیم جستجو رد پاها رو دنبال میکنن، میرسن به حدود 1.5 کیلومتر پایین تر از چادر، کنار بقایای یه آتیش کوچیک زیر یه درخت کاج. اونجا جسد 2 نفر اول رو پیدا میکنن، دروشنکو و کریویونیشنکو. تقریباً برهنه بودن، فقط لباس زیر تنشون بود. دستاشون هم زخم و زیلی بود، انگار سعی کرده بودن از درخت برن بالا. بعد 3 تا جسد دیگه، یعنی خود دیتلوف، کولموگوروا و سولوبودین تو فاصله های مختلف بین چادر و اون آتیشه پیدا شدن. انگار داشتن سعی میکردن برگردن به سمت چادر. سولوبودین جمجمه‌اش شکسته بود، هرچند اول گفتن شاید موقع فرار تو تاریکی خورده زمین. اما خب وحشتناکترین قسمت ماجرا چند ماه بعد بود، تو ماه می، وقتی برف‌ها آب شدن. 4 تا جسد باقی مونده پیدا شدن: تیبو بریجینیول، زولوتاریوف، دوبینینا و کولووتوف. ته یه دره عمیق بودن، یکم اونورتر از اون آتیش اولیه. وضعیت این 4 نفر خیلی فرق داشت و واقعا تکان دهنده بود. بله، اینجا دیگه جزئیات خیلی مهم میشن. این 4 نفر لباسای بیشتری تنشون بود. انگار لباسای بچه‌هایی که قبلا مرده بودن رو برداشته بودن و پوشیده بودن. اما جراحاتشون وحشتناک بود. لودمیلا دوبینینا زبان و چشماش کلن نبود. نیکولاس تیبوبرنیول شکستگی خیلی بدی تو جمجمش داشت. الکساندر زولوتاریوف چند تا از دنده‌هاش شکسته بود. نکته کلیدی و خیلی عجیب اینه: اینها ضربه‌های داخلی فوق‌العاده شدیدی داشتن، شبیه ضرباتی که توی تصادف ماشین با سرعت بالا یا موج انفجار به آدم وارد میشه. اما و این خیلی مهمه، هیچ زخم باز یا کبودی شدیدی روی پوستشون دیده نمیشد. انگار یه نیروی خیلی عظیم از درون له
لهشون کرده بود بدون اینکه به سطح بدن آسیب بزنه. به علاوه روی لباس 2 نفر از این قربانی‌ها یه مقدار کمی تشعشعات رادیواکتیو پیدا شد. نه در حدی که کشنده باشه، ولی خب پیدا شدن مواد رادیواکتیو تو اون منطقه دور افتاده خیلی سوال برانگیز بود دیگه. آها. پزشک قانونی هم علت مرگ 5 نفر اول رو بیشتر سرمازدگی اعلام کرد، ولی خب نتونست اون جراحات داخلی عجیب 4 نفر آخر یا اون تشعشعات رو توضیح بده. تحقیقات رسمی شوروی هم خیلی سریع و میشه گفت مبهم بسته شد. علت مرگ رو گفتن یک نیروی طبیعی ناشناخته و مهار نشدنی. همین نتیجه گیری خودش فقط سوالا رو بیشتر کرد. دقیقاً. و همین ابهام باعث شد یه عالمه نظریه مطرح بشه. مثلا بهمن، این یکی از اولین تئوریا بود، ولی خب شیب اون قسمت کوه برای یه بهمن خیلی بزرگ کم به نظر می رسید. بعدش هم اون جراحات داخلی 4 نفر آخر با الگوی آسیب‌های معمول بهمن خیلی نمیخوند. رد پاها هم نشون نمیداد برفی روشون ریخته باشه. درسته. فراسوت یا اینفراساوند، یه نظریه دیگه هم هست که میگه شاید باد تو اون منطقه یه جور امواج صوتی با فرکانس خیلی پایین تولید کرده که ما نمیشنویم، ولی میتونه باعث وحشت، اضطراب شدید و حالت تهوع بشه و آدما رو وادار به فرار بی‌منطق کنه. جالبه. حمله حیوانات وحشی یا بومی‌های مانسی، اینم مطرح شد، ولی خب هیچ رد پای حیوان بزرگی یا علامتی از درگیری فیزیکی پیدا نشد. مانسیام همیشه تو اون منطقه رفتارشون مسالمت آمیز بوده. و خب آزمایش‌های نظامی مخفی، این نظریه به خاطر اون قضیه رادیواکتیو و یه سری گزارش‌های تایید نشده از دیده شدن گوی‌های نورانی یا موشک مانند تو آسمون اون منطقه همون حوالی زمانیه. و البته اینکه مقامات شوروی سعی در پنهانکاری داشتن همیشه یکی از قوی‌ترین گزینه‌ها بوده. این سوال پیش میاد که آیا اونها ناخواسته چیزی رو دیدن که نباید میدیدن؟ جالبه که بدونید پرونده سال 2019 و 2020 دوباره توسط مقامات روسیه باز شد. ظاهراً به خاطر فشار افکار عمومی و شاید دسترسی به یه سری آرشیوهای جدید. اما باز هم نتیجه قطعی و جدیدی اعلام نشد. عمدتاً همون نظریه بهمن رو دوباره محتمل ترین توضیح دونستن، هرچند خیلی‌ها هنوز با این توضیح قانع نشدن. خب، پس چی داریم برای شما؟ یه گروه کوهنورد با تجربه و حرفه‌ای، یه فرار دیوانه‌وار و بدون لباس از چادر، جراحتی که بعضیاشون واقعاً وحشتناک و غیر قابل توضیحن، رد پایی از رادیواکتیویته و یه پرونده‌ای که بعد از 60 و چند سال هنوزم که هنوزه مثل یه معمای حل نشده باقی مونده. سوال اصلی اینه، اون شب تو کوهستان مرده واقعاً چی شد؟ و ببینید اینجا یه سوال عمیق‌تر هم پیش میاد که میخوام برای شما باقی بذارم تا بهش فکر کنید. فراتر از همه این تئوری‌های فیزیکی که گفتیم، بهمن، سلاح مخفی، فراسود، هرچی، جنبه روانی ماجرا رو در نظر بگیرید. منابع میگن گروه منسجم و با تجربه بودن، درسته؟ اما آیا ممکنه اون استرس فوق‌العاده شدید محیطی اون شب، یعنی سرما، تاریکی مطلق، تنهایی و انزوا، ترکیب شده باشه با یه عامل ناشناخته اولیه؟ حالا هر چی که بوده اون عامل اولیه، طبیعی یا غیر طبیعی، آیا ممکنه این ترکیب باعث یه واکنش زنجیره‌ای از وحشت جمعی شده باشه، تصمیمات کاملا غیر منطقی؟ ذهن آدم وقتی به آستانه تحملش میرسه، وقتی با ترس مطلق روبرو میشه، چه واکنشی نشون میده؟ شاید بخشی از جوابی نیست که چه نیرویی از بیرون بهشون حمله کرد، بلکه اینه که درون اون گروه 9 نفره تحت فشاری که ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم چی گذشت؟ چطور اون انسجام و منطق گروهی از هم پاشید؟ این شاید چیزیه که هیچ وقت جواب قطعیش رو پیدا نکنیم.